شاید باورتون نشه من امروز چندین ساعت وقت گذاشتم که این کفگیر و ملاقه ها، این شیشه های حبوبات، سینک ظرفشویی، ظرفا، دیگه بگم براتون کف آشپزخونه، گاز، همه اینا رو بشورم، هودو تمیز کنم و الان هنوز با این صحنه مواجهم که میخوام توی قسمت بعدی یه نظم اساسی به این قسمت بدم. البته شایان ذکره که مامان قشنگم علاقه زیادی به ظرف و ظروف داره و اجازه دور انداختن خیلی چیزا رو به من نمیده. به همین دلیل ما با کمبود جا مواجهیم. دیگه اینکه خواهشاً کسایی که توی خونه زندگی میکنید پسر و دختر نداره، کمک کنید همه اعضای خانواده به مادر، خواهر و اون کسی که بخش اعظم کارا رو به عهده داره کمک کنید.